مردم ایران گوش بدین. پیش از 2500 سال بعد از 48 سال اسیر زیر دست نبوخدنصر شاه بابل بودیم. کورش شاه پارس اومد به کمک اسرائیل. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיהו, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבור קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. הלאה ما این لطفه تاریخی را فراموش نمی کنیم. حالا که مردم ایران زیر ظلم آیت الله هستند، مردم اسرائیل میان کمک مردم ایران. شما 47 سال زیر دست آیت الله بودین. امید خدا سال دیگه شما از دست اونا آزاد میشید.